Hey bro, welcome to this video. سلام، خوش اومدین به اولین ویدیوی پرانک چنل. بچه من الان دارم میرم پیش پارسا پسر خالم مغازه است. الان یه سری وسایلشو بهش بدم، بعد بهش میگم من دارم میرم خونه‌تون، دوربینا رو آماده کنم بیا یه ویدیو با هم بگیریم. خب بعد چون میخوام دوربین رو بکارم میترسم یا ببینه و اینا، میخوام اصلا یا آماده بذارم ولی اون نفهمه که دارم رکورد میکنم. بعد با دختر خالم هم هماهنگم که الان رفتم کارا رو با هم انجام بدیم. میخوام برم یه سری وسایل از اتاقش بردارم. الان برم وسایلشو بهش بدم، بعد برم خونهشون وسایلشو بردارم ببین چه واکنشی نشون میده. جا پارسا الان تو مغازه است. بعد من دیگه دوربینا رو قطع کنم، میکروفون اینا رو برمی‌دارم نفهمه. آقا من همین الان از پیش پارسا در اومدم، میخواست حتی بیاد با من، بعد ما حالا گفتیم نه آقا تو بمون مغازه اینا. الان برم تقریبا پارسا یه ساعت و نیم دیگه میاد. من برم همه چیزو آماده کنم بشینم یه فوتبال ببینم. الان بازی استقلال سپاهانه، البته من پرسپولیسی ام ولی خب برم بشینم نگاه کنم تا پارسا کارش تموم بشه بخواد بیاد دیگه. آقا دوربین این بالا میخوام بکارم، بعد برعکس بزنم خب پارسا فکر میکنه آماده ویدیو دیگه. بعد اینجا حالا یه چی کش بریم اینجا کل دیگه چیز میافته. خب بعد حالا میخوام یه میکروفونم مثلا خودم آویزون کنم، مثلا آماده ویدیو هم یکی هم بذارم رو میز که پارسا اگه اونور اتاقم بود صداش کامل بیفته. حالا دارم فکر میکنم چی رو بردم، مثلا کامپیوتر اینا رو بردم خب خیلی بد میشه. نمیدونم، دارم فکر میکنم چی از اتاقش جابجا، حالا یه چیزو جابجا میکنم ببینیم چیکار میکنم. آقا من الان تو فکرم من چند تا وسایل پارسا خودم آدم دستش توشه، خب گذاشته بود خونه. من نظر میدم بچه‌ها مثلا اینجا دوربینش رو بردارم. پارسا قطعا حواسش به دوربینش هست، خب چون پارسا بچه‌ها رشتهش فوتوگرافیکه. این دوربینش رو اینجا برمی‌داریم، دستش هم برمی‌داریم. گیتارش اینجاست بچه‌ها، گیتارش رو برمی‌دارم. گیتار ای والله خوبه. اینا رو برمی‌داریم دسته دوربین، چون کامپیوتر و مانیتور که بردم خیلی ضایع است دیگه. دارم فکر می‌کنم دیگه چی میتونم بردارم از اینجا. بچه دختر خالم یه چیزی راست میگه پارسا اصلا اهمیت نمیده که وسیلم نیست. خب سر همین من به این نتیجه رسیدم حالا من یا باید بهش بگم ویدیو رو مثلا بی خیال بیا بازی کنیم، چون گیتار رو برداشتم که حتما متوجه بشه یه چیزی نیست. خب دوربین دسته کوچیکه بردم قایم کردم. حالا تو سرم اینه یکی دو تا چیز دیگه هم ببرم، بیشتر نه دیگه خیلی ضایع میشه. آقا تز آخرم عملی کردم، اومدم پاور سیستمش رو قطع کردم. خب ولی این پارسا که بیاد سیستم رو شکل روشن نمیشه، بعد عقلش میرسه که پاور قطعه. خب میاد چک میکنه. خب من خودم عقلم به میرسه. کابل برق سیستمش رو ببینید چیکار کردم. آقایید این الان انگار تو برق هست ولی نیست، یعنی دیگه قشنگ سکته میکنه. بعد میخوام این دفترای گیتارش هم بردارم، اینا هم قطعا متوجه میشه که غیب شدن. بچه وسایل بقیهش اینها این زیر این بالش هم گذاشتم. چرا؟ چون اینجا آینه است. خب پارسا از آینه نبینه، هیچ جوره از اون عقب اصلا دید نداره. آقا فقط دو تا مشکل داریم. یک، پارسا واقعا اهمیت نده به هیچی. اینجوری من مجبور میشم یه ایما اشاره‌ای بهش بدم که پارسا مثلا برو سراغ فلان وسیلت که ممکنه بفهمه کرم از منه، که البته در کل میشه بفهمه ولی حالا ما خیلی طبیعی سعی می‌کنیم رفتار کنیم. نکته بعدی، من پارسا که زنگو بزنه میخوام بیام دوربین رو روشن کنم. میترسم مثلا یه 40 دقیقه همون تو پذیرایی بمونه نیاد. حالا دیگه توکل بر خدا. ما همه کارا رو انجام دادیم. دسته، دوربین، گیتار اینا رو بردیم، دفترای گیتارش هم بردیم، سیستمش هم که یه کار کردیم نتونه روشن کنه. بریم منتظر بمونیم تا پارسا بیاد. آقا پارسا پایینه داره میاد بالا. من این میکروفون رو فعلا اینجا میذارم. اومد یا اول فصل اون میکروفونم اونجا گذاشتم. خب فعلا میذارم اینجا ببینیم چی میشه. خب بچه‌ها رکب خوردیم، خالم بودش. پارسا رفته آرایشگاه. این وقتشم ساعت 9:30 شب. فکر کنم حداقل باید یه نیم ساعت 40 دقیقه منتظر بمونم.
این یوتیوبری بعد از کار تو معدن سخت ترین کاره. آره همه چیز آماده گذاشتم، ببین همه چی آماده است، میکروفون همه چی بستم. راست آخه یه چیزی چی؟ بزام برم سریع دوش بگیرم گوشم پر مو آفتش. چقدر طول میکشه دوشه؟ یه رو 20 دقیقه. باشه پولت؟ اینا پن من چه بدونم؟ پشمام ریخت. فکر کردم میخواد بگی گیتارم. خب بچه نکته بد اینه همون تو اتاقیه که وسایل رو قایم کردم نبینه یهو پارسا داره میره همون نبینه یهو بگه مثلا وسایل اینجا چی کار میکنن، ریده میشه تو همه چی، بدبخت میشیم بدبخت. حالا یه رو 20 دقیقه میگه یه رو 20 دقیقه 40 دقیقه تو میکشه بره همون بیاد، بدبخت میشم. بچه یه چیز عجیب گفت حولم کو، با خودم گفتم که نکنه حولشم من برداشتم. من رفته همون توی اون اتاق بچه اون وسط یه دری بودش اونجا همومه. خب فعلا وسایل رو ندید. یه تز جدیدم زد به سرم، گوشیشو انداخت رو تخت جلو همون. بریمونم برداریم نها کنید وایسی نشونتون بدم. نها کنید سب کنید. بچه اینا رفته اینجا، وسایل اونجاست، گوشیشم الان برمیدارم برم دوربینو بذارم جاش. بچه گوشیشم برداشتم الان خاموش میکنم. وایسید یه دقیقه وایسید. بک‌گراندشو نگاه کنید چه باحاله، خیلی دیده باحالیه. گوشی رو الان خاموش میکنم، یه جایی حالا قایم میکنم، یه جایی میچپونمش میبرم میذارم همونجا گوشیشم، یا حالا یه جا میچپونم. باشم میو برو بیرون. من برم بیرون؟ یا وایسا اینجا. تو برو اونور. با هم باشه. تو برو اونور. من چرا برم؟ ای بابا باشه بودو آفارسا میخوایم ویدیو رو بگیریم. خب بچه شاید فکر کنید من اینجا دیده شدم، خب ولی به صورت اتفاقی از اونجایی که تو کشام شورت نبود رفتم شورتی که دوبار پوشیدم و یه بار دیگه پوشیدم. شاید باور نکن. اگه این ویدیو 1 لایک بخوره بدون سانسورش رو پخش میکنم براتون. یه نظریه هم دارم، یه گیم پلی بگیریم. گیم پلی هم دوست دارم. من هنوز باور نمیشه تامنیل اون ویدیو قبلی رو نزدم. چیزه؟ اون یورو دراکه بزن دیگه. برای یه جا با آخه کسی بود عکس بگیرم خودم خونش برداشت. دوربین بذارم دوست دارم. خب بده من گوشی تو دوربین تو یه چی تو بگیرم. باشه بذار حرفش رو انداختم الان هم میره سراغ سیستم، هم دوربین هم گوشی. رفت رو آینه بغل وسایل به موهاش حالت دنده زد، ندید وسایل رو شانس آوردم. خواست شونه بزنه بره اونجا، گفتم بشینم اینجا بزن شونه. بدبخت میشدیم همه چی لو میرم. شانس آوردم اون بالشه رو که گذاشتم، اگه نمیذاشتم میدید. الان دارم فکر میکنم یه گیم پلی بگیریم. میخواستم بگم یه جرأت حقیقتی دروغ سنج چیزی، ولی فکرشو که میکنم گیم پلی چیز تره. ویدیوامون ویوش خوب بود. کدوما؟ ویدیوهای اینجوری ویوش خوبه یا خوب بود. گیمی هم که من گذاشتم ویوش آخه خوب بود. بعد من این ویدیو رو فردا چون بازی پرسپولیس نمیخوام ویدیو بذارم، میخوام بره تا چهارشنبه، بعد دوباره چون چهارشنبه است تا شنبهش وقت زیاده. وحشت از خود شکنی. گیم پلی چی بگیرم؟ چیا داری رو سیستمت؟
2 نفره یکاشون رو می‌آوردی و شیشه رو می‌آوردی بازی. دیشب اون عرشه خونه هم بود زدیم بازی کنیم میرفت تو میپرید بیرون کرش نمیکرد میپرید بیرون یه چیز عجیب غریب شبکه شیرات داشت. نمیدونم حالا چی بود داستان اینو خاموش یا نه روشنه؟ تو اول روشن نشد. پاورشه شاید نه اون پاور شیرات نداره. نه میگم پاورش شاید خاموشه قطع اون پشت لوک نکن بابا پاور دوک میدونم بذار من یه صندلی بیارم پاورش خاموش بود؟ خاموش بود پاورش؟ روشن بود پاورش؟ یه دقیقه سلامی الان اجازه دارم برینم به خودم. آی دستم درق شل شده بود با هیچ. آی باز روشن نشد. وا آخرین بار کی روشن کردی سیستمو؟ دیروز. بابا گیجی داری میزنی به خدا الان خب چی بود؟ هیچ برق شل بود بعد پاورش هم پایین دوباره دیگه روشن خاموش کردم چه حسی داشتی؟ یه لحظه کل وجودم استرس فرا گرفت. تو اینجوری نمیشی بعضی وقتا روشن نمیشه. بابا من میگم یه بار داشتم دستمال میکشیدم خورد به اون چیزه یهو همه چی قفل شد اصلا رفتم واسه خودم دستا رو بس کن پس بزنیم همون پس بزنیم؟ آره دستا رو بس کن پرسپولیس استقلال هم ندارم. اینی که من آوردم که هنوز اینجا آی بیا این از این اون یکی هم بزن خودت کجاست دستت؟ دستم مغازه نذاشته باشی نه مغازه نیست. نه اینجا گذاشته باشم. جل الخالق دسته مشتری مغازه اصلا. وحشت خودش نکنی یه بار دیگه دستم کن نبردی جایی یکی که برده بود خونه ما چیکار کنی دوباره هاش RGB بزنیم؟ نه نمیخوام همین نور عادی اوکی تو حالا فعلا دسته پیدا کن من چیز میکردم من همیشه گیتارامو میذاشتم اونجا اون RGB میپیچیدم دورش خوشی گیتار تو بذار اونجا بیا اینو فعلا حلال حساب بزن من کار دیگه شو رو بندازم خوبه لباست شلوول هم نیست صاف میمونه آشا اینو باید دادم بو کنی؟ مگه دوتا دستام خونه نبود جای دیگه هم نذاشتم آخه نکنم واقعا گذاشتم مغازه یادم رفته همون احتمالا مغازه گذاشتی دیگه پا در نیورده فرار کنه که میتونی بری دستاتو بیاری آشا؟ مغازه که اونا رفتن خونه مام بابایی نه بدش کن بزن یه گیم یه نفره خب یه نفره ها چی بذاریم که آخه جذاب باشه مگه اینکه ترسناک بذاریم میم رزیدنتی باید خب آقا بیا چیز اوکی کنیم گیتار تو بذار اینجا گیتار که دیگه ایشالله خونه است گیتار رو خونه خب گیتار بذار اینجا گیتارمو همیشه بک‌گراند میکنم اون اتاق بدبخت شده گیتارم نیست چرا الان همه چی نیست ماما گیتار من ندیدی چرا تو اتاقم همه چی گم میشه امروز خوام گرفته پارسا این گندگی مگه میشه نباشه گیتار آموزشگاه بگی نرفته بودی امروز نه فردا باید برم وای باز رفت تو اتاق من آوردم خونه گیتارم دید این چه جایی آخه دستم و گیتارم رو گذاشتن اینجا بچه ها دید همه چی رو دید آرشا بله بیا یه لحظه بله اگه تو این کارو کردی بگو خدایی چه کاری؟
چرا اینجا؟ من چه بدونم؟ من موقعی که اومدم دارم تو پذیرای فوتبال میبینم. کار فقط آقای میتونه باشه همچین. گفته بذار قایم کنم پارسا برینه به خودش. شاید بیا ما که نمیدانیم. یه تز جدید تو چیز دیدم، دوربینم هم گذاشته نگاه کن. خودش موزه نمیدونم کی گذاشت. یه چیز قلبم گرفت یه لحظه. از چند طرف من رکب بخورم همه چیم یهو نباشه. دوربینم هم که چیکار کنیم؟ همونجوری روش سنتی رپورت کنیم؟ دوربین بذاریم گوشی بذاریم چیکار کنیم؟ تو گوشی تو بیار. فرقی هم نمی‌کنه چیو دوربین بذاریم. بذاری خیلی حجمش میره بالا، هر چقدر چیز بزنیم با زیر 700 منگ میاد. هند بریک بزنیم. تو گوشی تو بذار. گوشی من 4K میگیره. خب میزنیم رو 2K. نه کلا 1080 تو 4K میگیره. بالاخره 1080 میلی و 4K میگیره. هم 1080 میتونی انتخاب کنی دوربین اصلی هم 4K. ما حالا اصلی نمیگیریم به خاطر اینکه نمیتونیم ببینیم داریم چه کوبی میخوریم. آی او مای گاد آقا پارسا داره ریش میزنه. بودو پارسا گوشی تو بیار بذار دیر شده. وایسه نزد که آدم چوسی بیام ریدم. بابا خوب شدم خدایی. خوب زده آبجی گفت خیلی کوتاه کرده موتو. کجایه گوشی ملا چرا هیچی نیست؟ نباشی دلمی. هاشر چیز کن برو بازی رو انتخاب کن. باشه دوباره برقش رو قطع کردم. قلبم دیگه نصف برا تو نصف برا من. دستشم قایم کردم. گوشیم نیست. سیستم چرا تو خاموش کردی؟ باز چی خاموش میکنی؟ خب خاموش نکردم خودش خاموش. اوضاعش خرابه. الان میبینی چیزش سوخته. نمیدونم پاورت سوخت بازا. این احساس کنم که نخله های داداش باز هم. چرا میره چنده الان سیستمت؟ الان چی بود که تو کارت گرافیکت؟ من آریکس 6900. چند الان سیستمت؟ نوش چند؟ الان نوش 350 خوبه تو دیجی کالا حساب کردیم خوبه این قیمتی بود. بابا بیار گوشی تا دیگه. بابا گوشی رو نمیدونم قلبم دیگه نصف برا تو نصف برا من. مامان گوشی رو ندید تو همه چیم چرا گمه من دوباره آرشان من که میدونم کارایی توه. عجب آدمی یا من چی کارم؟ اینجا یه کارایی هستی. برو بابا. خب با تلفن خونه یه زنگ بزن ببین صدای زنگش از کجا میاد. بوم بس کردم. آه کلم. آخ مغزم خورد تو در. پارسا باز خاموش شد. بابا آرشان چرت نگو. وا بازم همینه. پاورشو بده بالا ببین یعنی چی. بیا
بیا تا یه بار جان ریده و بس. اما خدا کیه؟ من خود خدا. یه داره اعصابم خورد میشه. پارسا دوباره خودش کلیدش میپره. الان صداش اومد، یه صدای تق اومد. آره خودش میپره. منم شنیدم تق صدا داد اومدم روشن کردم دوباره. ولش کن، خاموشش کن. ببین زنگ بزن ببین داستانش چیه. یعنی چی؟ به آمبولانس زنگ بزنیم الان. داداش زنگ بزن. چی سیستم انداختی باباش. انواع وسیله های میندازه با Diagnosing your PC. نذاشتم تو باشه. ها زنگ بزن جون هر کی. نه من گوشم کاشتم حال ندارم دیگه به قرآن پارسا. مامان یه زنگ بزن گوشی من چرا نیست؟ یا ابوالفضل اتوماتیک ریپیر. ریستارت بزن دیگه. ویندوزش این داستان کرده. گذاشتی مغازه اغلان گوشی رو جا گذاشتی مغازه. ایشالله فردا صبح گوشی رو برمیداری. بابا برداشتم. خب تو مغازه فقط گوش. آنتن نیست. گفت مخاطب در دسترس نمی باشد. گوشیم تو جیبم بود. از آرایشگاه اومدم گوشیم تو جیبم بود بابا. تو سیستمش تو همون که قاعدتا نداشت. بابا ای خدا یعنی چی؟ خونه رفت بیرون. کجا میری؟ پارچه من تو جیبم بود گوشی. الان تو جیبم بود. بابا گذاشتی مغازه اومدی خونه دستت گرفتی گوشی تو؟ نه خب پس هم گذاشتی مغازه احتمالا. چرا بابا؟ شایدم گرفتم ساعت رو نگاه کردم داشتم میومدم خونه. آرایشگاه نذاشتی؟ نه بابا میگم داشتم میومدم خونه دم در ساعت رو نگاه کردم ببینم ساعت چنده. بیا اینجا پارسا. ولش کن حالا بذار ول کن حالا چه با گوشیم نیست. بابا خب من چیکار کنم؟ قلبم دیگه نصف آی دستم نکن. بعد دیگه میشه. خب دوربینت کو الان؟ گذاشتم تو جعبش. دوربینم گم کنه حالا این وسط دوربینم بده بده. مامان آرشا بله بله تو برداشتی بده آرشا. نه خب من برداشته بودم مگه کرم دارم میخوام ویدیو بگیرم میگفتم آره من برداشتم بیا. دوربینت روشن نمیدونم چرا چرت و پرت میگی؟ چرت و پرت نگو من برداشتم. مسخره میدونم آدای اسکول یعنی هر بلای عشقم کشید سرت آوردم. ولی سیستم تو اون وسط کار من فقط گوشید کار من بود. سیستم دیگه میدونم تو جیبم بود دیگه. خب الان واقعا نمیدونم کجا گذاشتم گوشت. کشوی پایین تلویزیون میتونی برید برش داری. خاموشم کردمش که یه وقت زنگ نزنی صدا بده. مسخره. بیا ویدیومونو بگیریم. چه حسی داری از این که هیچ مثلا از اول می‌خواستم کار کنم. خب الان دیگه بنداز بریم ویدیو بگیریم دیگه. چی بگیریم؟ برو سیستم. بله. باید یه حقیقت تلخی میخوام بهت بگم. موقعی که داشتی لباس عوض می‌کردیم گوشی روشن بودم. واسه این بهت گفتم برو اون اتاق. دهنت سرویس. کدوم بری وایساده بودی؟ همه کارا زیر سر من بود. بله میدونم. آره داداش شوخته دیگه سکیده کرده بودی یا یعنی سیزن میبری میدی خاموشه اینجوری بودی. ویدیویی که من میخواستم امشب بگیرم همین بود. قرار بود کرم بریزم همینجوری بهت و ابراز چیز کن کرم ریخته شدن. ابراز کرم ریخته شدن نکن. نه بیا اینجا.
امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من یه چیز جالب بگم، رفتی موهاتو درست کنی رفتی بغل وسایل ندیدیشون، یه بالشه که روشون بود. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست دارید بازم دهن پارسا و دیگران رو با پرنگ های خودمون سرویس کنیم حتما تو کامنت ها بگید. دوستتون دارم زیاد. یه چی بگو. پارسا رفت. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید.